خیلی شکری خود پیچکا هستم میپرتوی هزمو دیگه این ترشتگی یک مرده که کلو نمیشود که روی کار کنی. در همین سوال جواب دادیشم اگر کم ترک شما سکوت کنیم من جواب همین حتی دشمنی رو در همین خیلی دیدم که شاگرده خودم تربیت کردگیم اونجا یک آوازه پنج شد که گویا که همین گوهر کلوبی زن دیگه میشیم میپرسنشون باشه که میشه بچه این بکنم ریزه میکنی چکه دا نمک میکنی میزنی دیگه خصلت بعد من ازگی بوی دارم قطعی چی؟ قطعی کن رو بسیار خوراک با قطعی من شش گفت که خیلی اوزوری زیاد بود. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. اپیمیدیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن، شخصانی که بی فرزندن، بلند برداشتن فویز اسپرم، خون گرفتگی پا و رگکشی و همچنین برای حوصله را بلند کردن. مزه هنزل برای درد میان، دست، پا، ریماتیسم. روغن خلبه برای خون گرفتگی گرده، پیشابدان، پروستات، سنگ و نمک گرده. سمیانوان برای اشتها و بزباله شدن. اینها سبب خدا شفا فرما همه راضی شما. سلام بینندگان عزیز، مخلصان و هواداران برنامه‌های فرهنگی و فراغتی کانال توجیکان گروپ. برنامه نوبتی چهره آشناس تقدیم شما از کانال ما و این لحظه ها مهمان برنامه ما هستند یک تن حجم‌نگار شناخته الهام جان شادی با تخلص موگنبو. خوش آمدید به برنامه. سلامت باشین. و مخلصان زیاد درخواست کردن که ما به برنامه شما رو دعوت کرده باشیم و آنها گفتن امانت که از ماه نوامبر این جانب ما اکا الهام رو انتظار شدیم، نه و اکنون وقت یافتن و به برنامه ما آمدن. نزدیکی اصلا؟ بله. سلامت باشین. خیلی حضورخواهی میکنیم چون که کم کم کارهای خوجگی و کارهای ساختمانی داشتیم، نه سبک شدیم. خب اولا سلام و درود میفرستیم به کلی هموطنان عزیزم و مردم شریف تاجیکستان، با اون نفرانی که لحظه ما را دیده ایستادن. سلام و درود ما را بپذیرید. الهام جان شادی هستم و با همراهی برادر عزیز عبدالرحمن حکیم‌زاد در برنامه چی؟ چهره آشنا. زنده باشید. و گفتید که با کارهای خوجگی ساختمانی مشغول بودید. بغیر از من این حجم نگاری باز کدام هنر دارید، کسب دارید، نو مشغول میشید؟ و من در زندگی همروزه باز با چی کارها مشغول میشید؟ یکم مقصد بغیر از چی بگیم بغیر از صنعتکاری ما با فرزندای دهقان هستیم و مقصد گندم میکنیم، غله میداریم، علف جمع میاریم، گاو داریم، مال داریم. چند گکتر زمین داریم؟ خیلی 8 10 گکتر داریم در کنگر. چقدر گندم چقدر میکاریم؟ خیلی گندم میکاریم، اون 10 گکتر میکاریم با اکو خیلی زایی حاصلش به خاطر همون که علفش ده نکنی گاو مال نمیشه. گاو مال چقدر داره؟ خیلی یا 2 تا است. 2 تا؟ نمیگم میکنن گاو مال نه یا 2 تا است. گاو فقط. مال چی؟ مال نه. مال هم است. مال هم است. یا 2 تا دیگه. یا 2 تا دیگه. حتی یا 2 تا دیگه این بافیرم که یک در رحمه را در نظر داره شما. نه خیلی از 4 تا است. 4 تا است. سیرا پوش نمیکنی نه؟ یعنی بغیر از اونی که با حجم نگاری مشغول هستید اینچنین با کارهای خوجگی خانه ساختید گمونم من در شهر دوشنبه؟ نه در وطن ساختید. اینجا هم خیلی ساخته خواسته باشه میشه. برای شما زندگی کردن در کنگر بهتر است یا اینکه در شهر دوشنبه؟ که مقصد بمی وقتی که دانشجو بودیم مقصد میخواستیم از دوشنبه میشه حاضر دیگه میفورم در بود هوای تازه باشم در کنگر باشم. زمستانش پریراد نه زمستان خنک نیست به صورتی به زمستان هم اجا خنک ایو خیلی شکری خود پیچکا هستم میپرتوی هزمو دیگه این ترشتگی او چی بخر میکشید او به هنوزم؟ نه شکری خدا اکوزی دیگه پیشنویش دیگه او کشیدگی هستن. برای چی این قدر جوان تنومند بزباله مثلا شما یکم ورزشگر بکسیور روش تنگیر نشدیده حجم نگار شده؟ من ازگی بوی دارم. قطعی چی؟ قطعی کن رو بسیار خوراک.
بسیار خورک با بود. اون قید جوان بود میبره اون همه هجومیگارو را دعوت کرد که در برنامه یک به یک خاک اون بیکار میمونه داش میخوره بارش میگم ولی از پیش بپرسش میگم من نگفتم. شوخی کردم در شهر دوشنبه خونه خریدید یا که ساخته استوده زمینی ساخته استودیم خدا خواست. پاره دوشنبه میکچید بله. و یک زمان آوازه پنج شد که گویا که شما با کوچکر کیمچی نافهمی میان شما شد همین سببش چی بود همین سیر تا حال فاش نشد حقیقت رو مخلصان میخوان که دانند حقیقت یگم چنین همین میان شما چی نافهمی شد مقصد هم قدر وقتا ما کار میکردیم فعالیت میکردیم یک دیگر فهمی بود یگم مشکلی رو نبود گفتی او گپو کی آدم میگن وایرون میکنه هم خیلی گپو هستن نه مقصد همون یگم که ظاهره هستش یگم که چیکار کرد با همون خودش همون کوچکر اومد با قطیمه شش گفت که خیلی عذر زیاد با همون مقصد گفت که سببش چی بود مسئله پولی بود یگم گپ خبر بود بود با خدا قسم نمیخوام میدونه میگه که مقصد آدمی که بسیار گفت میگن که دست غره زبونش در روزه ما همیشه سکوت کرده میگردیم میگن که جواب ابله سکوت ما خیلی روزا بوده مقصد ما صحبت نکنیم میگیم که مقصد ما یگم چی نبود یگم گپ هم گفتگی نبودیم یگم کسا یگم چی هم گفتگی نبودیم پروست همون گفت که من خیلی کفتم خیلی گپو گفت شما رو با او جنگ دختن خواستن جدا کنن هم خیلی گپو بودن با میگم من باری نداشتم که کاری خیلی میشود دشمن داره یگم برای آدم احساس به کرده دشمن میشم احساس میکنی من کمش نه من همین حتی دشمنی رو در همین خیلی دیدم که شاگرده خودم تربیت کردگیم همون شاگرده بودم خیلی خیانت کردن ای حسد بود ای چی بود که با خودم دشمن همشیدم مثلا گفتن میتونه که کی با شما مقصد ده که هم مثلا درباره دشمن گفتی من مقصد هم سوال جواب دادم ما خودشون برنامه رو تماشا کنن میفهمن دشمن هیچ وقت بیگانه نمیشه میگن که درخت دوری خودش کیر میخوره بله بیگانه با ما تو کار نداره خودیانه که حسد میبرن حسوس میخرن یکی میبینن که اگر یک پیشروی کردی یا چی کردی میخوان که تو هم عقیب داشته باشید هست ایتری آدمو پرانی که ما فقط بسم الله الرحمن الرحیم بر پیش میگیم دیگه از کار نداره با فکر شما کدوم صحنه تون شما رو مشهور کرد ما مقصد خیلی پیشکی و ما صحنه هم داشتیم کلیپ هم داشتیم ما فیلمی آواره عشق که با همراه من و بایلوس حلا دستمراد شریف و فیاجویان ما همین چرا بازیدیم یعنی که همین فیلم همجا خیلی مشهور پیشکی هم مقصد بود صحنه و انا مقصد کم کم میشناختم بله کم یعنی چه خیلی رنگ داغان تنقید رو چگونه قبول میکنید وقتی که شما رو تنقید میکنن میشنوید یگون صنعتکار یگون هنرمند خیلی تنقید بسیار مقصد برنامه‌ای هست که میکنن مقصد حتی مقصد در بعضی جمعه هم مقصد تنقید کردگی هم خبرو اومدگی با گوشو میشنویم اینکه خیلی تنقید بگذار که گناه ممکن شما فرض کردیم که در کانال یوتیوب شما در کامنتاری هم مینویسن که یک مرده که کلو نمیشود که روی کار کنی فرض کردیم آخه او مرده خودش نمیفهمه چی گفته برای او اگر با عقل باشه دیدیش که من کار کردم مقصد میگه که عجونیگاری نیو مثلا یگون ساختم آخه هم را گفته مقصد کاری دیگر مقصد همون ارو بکشی ما گفتش در سوال جواب دادم اگر کم ترک شما سکوت کنیم جواب ما مقصد گفتم که همین سوال جواب کنم آدمی که مینویسه که نمیشه برین یگون جا کار کنیم مقصد و ما کار کردم مثال میگیرم ما برام در ساختمان کار کنم ما که 1000 سومالی میتونم نه که مقصد من این کارا کنم اگر 2000 باشه من میگم که ایش ما دیگه نتره که این کارا میکنم خیلی است همون آدم همین اندیشه رو نوکده مینویسن آدمای بی اندیشه بسیارن چون که او اهمیت نمیده برای که لبای کوچه از حق داره کن صحنه عربه رو کی باش ما پیشنهاد کرد من همه صحنه ما گفتم تو خودم مینویسم همه صحنه ما خودم مینویسم خودم رو تقسیم میکنم خودم برای چی همین با خودم مونتاژ میکنم با نفرایی که شما صحنه‌چه میکنید زود عوض میشه یک نفر خاطی دو این کار نمیکنه مثلا کی داد میکنن یا این مثلا یک دمه ببینیم که شما با دستمراد هستید یک دمه ببینیم با کوچکر هستید یک دمه ببینیم با فاطمه با دوغان این همکاریه مقصد ما دستمراد شریف قدیم ما 10 سال یک جای کار کردیم امروز ما زمان اشیده که مقصد سومونا برامدگی در یوتیوب هر که مقصد سومونای خچه داره کار میکنه فعالیت خچه مقصد میگم من قیطار هر روز بیام نمیتونم تو فرض کرد در برنامه که من اشتراک میکنم میرم
یعنی مثال میگیریم با ما هر روز اومده خیلی کار کنم میتونم چون که ما حاجنگاری خودم دارم شما یک سراینده هستین مثال یک از دیگه نه اکتریس هستی اینش مثال اپراتور هستی ایش اکتور هستی ایش باکسور هستی هر کار رولی خش اجرا میکنه مقصد بخوای اکتریس اکو دختره که میگیری مقصد بازی میکنی همون شهرنامه خطی ده مثال چه شهرنامه مثال میگه که خیلی 3 ماه خطی کار میکنم 3 ماه خطی یا سال کار میکنم بسیار خطی گوهر یاونی کار کردیم یک نیم سال کار کردیم واسه با گوهر کلوبی خط کار میکنیم اون یک 5-6 ماه گوهر کلوبی خطی کار کردیم کردیم اوزای 5 کی گویا کی همین گوهر کلوبی زنی دیگه میشیم گوهر کلوبی صاحب 2 تا فرزند است فرزندش قریب چنیمه قریب میگه اوزا حق نداره این اوزا حق نداره ما فقط تنها همکاریم مقصد خونه شما با رفتم نامه خوردم با چند بار خونه ما اومدم انسان خوبم در راه میروید مخلصان شما رو همچون مگم فرود میکنن یا اینکه مرا به غرض پدرم دیگه هیچ که الهام میگم مگم در خونه زنتون فرزندان نه یک مقصد فرزند طرفگاه که شما پسر کی هستین چی میگه پسر مگم با یا پسر الهام جان یعنی شنیدم که مقصد بچه‌ها که بودکن مقصد میپرسن شما باشه میگن بچه این مگم در خونه هم خیلی صحبت نکنه گاه میشه نه خیلی با وقتی که اگه شوخی پوخی بیا میگیم مثلا یک شوخی میکنی کو با لحظه‌های دیگه چی شاگرد داره البته ما شاگرد بسیار مقصد شاگرد بسیار شاگرد نامدار کردیم مقصد همین رحیم پروداکشن اپراتور اگر بدونین رحیم پروداکشن شاگرده که ما نال آدم نامدار کردیم خب سمندر شاگرد ما کوچکار شاگرد ما خب با کیج شاگرد بسیار با دخترش به حساب هیچ به حساب فرام بسیار جا گفتید که ای دوستو ای شاگردام خیانت هم دیدین بخیلی هم دیدین نه مقصد دل کنمون دل میمونه سند نکنید تای دل سیاه های نگه به هر حال سلام قرض پروردگار سلام علیکم گفته رفتم بله و یگان لطیفه شوخ برای مخلصا اگر امکان باشد از صحنه هایت خب خلاصه مسافر 85 ساله مسافر 85 ساله قطعی کامپیر هر سهر از بار مسافر میگه کامپیره بیا اینجا که من کامپیر هر سهر مسافر رو شک تا بخورم میگه برای چی با چی گپ شد آخه ما پیر شدم دیگه اگه کار کردن نمیتونم خانه رفتن نمیتونم چای کردن نمیتونم خود کردن نمیتونم و این بچه را یا بچه داشتن 18 ساله بوده دیر فرزند داشتن این بچه را زن نمیتونه اگه کار یافتم میکنه با مسافر میگه خیلی هم مسئولیت کنین زنش میگه خلاص مسئولیت میکنن مسافر میگه که دختری خواهر ما را کلین میکنه کامپیر میگه نه دختری خواهر ما را کلین میکنه خلاص مسافر زور میاره دختری خواهرش کلین میکنه عروس میارن میفارن سحر کامپیر میخیزه یا خود میکنه میگه که کلون خوبه با میاد غضب قطع پیش مسافر میگه که این مسافر لیو شکتا بخورم رشید بریزا میگه برای چی میگه اینا ما گفتم بیا دختری خواهری مرا کلین که طرفی دختری خواهری خطا کلین کردی اینا کلین کرده که برای میگه دیویژا و خراس کرده خوبه مسافر سرش وایرون میگه که کلون خراس کرده خوبه میگه کلونه او کلون کی بر پدر تمیز و میگه لبای بابا میگه تا ای بر نمیدونی شرم نمیدونی میگه ما ترا آوردم دستیار کلون کی یا چای کنه او خود کنه اوی تورات ممتا او کامپیر ما پیر شده دیگه زورش میرسه خروزه همسایه از ساعت 4 شب فردا دک جا میگردی میگه بابا میگه لبا او خروزه همسایه میگه او خروزه فردا خروزه همسایه خروزی ما از دبرم خوبه نه استاد خلاص سلام زنده باشید و تصور کنید که با شما شرط گذارن که دیگر روی صحنه برآمد نکن چیکار میکنید؟ هیچ کار با میرم وطن دیگریم ده میکنم تماما فعالیت شما را قطع کنن اگر خیلی که من مقصد یگان با چی کاری که مشغول میشه؟ این خیلی قطع کردن هیچ کس مقصد نباید اجازه بده برای چی من مقصد یگان بار سخنی بد نمیگم یگان کسی تنقید نمیکنم یگان گپی گنده نمیگم اگر رفتی یگان خوابی بیزه بینید چی؟ مقصد خوابی بیزه بینید که همین یک مسافر تیاق قطعی اومده است میگه که مگم بو پگه تو دیگر روی صحنه چرا بازی نمیکنی
باور میکنی به خواب باور داری؟ خیلی بعضی خواب راست اینه که با چه بگم با صحنه زندگی نمونده کن و یک کار دیگه مثلا چیکار کرده میتونه؟ آقا بو میگیریم پرچاتکارا میرم بگم که بویدون پراسمتر خستم پراسمتر خستم میگه تاپ ده گکتار زمینه با کی نگاه میکنه؟ خیلی بوجه هست میکنه بوجه هست و سرودای هجوی را کی مینویسه با شما میخونه؟ خیلی سرودای هجوی که خودم میخونم خودم مینویسم مقصد چه بگم من همین ذوق دارم دا همین ذوق را دارم که خودم سرود هجوی را ای دلی خودم مینویسم صحنه خودم مینویسم مقصد ای خیلی بگو هیچ شعری بنویسم دیگه حافظو بخونم نمیره خودش ممکن نبرم چون که شعری وزندار نوشته ممکن نتونم اونه که حج ده یعنی که خوشو مینویسم حج مینویسم با کی مونند بدن میخواین از حج نگارا یا کی را ایدئال خود میشماری؟ یکم با کسی مونند هم نیستم هنرمنده که شما احترامشون میکنین خیلی هنرمنده احترام میکنین بسیار هم مقصد بله چی هستیم جمشید حلیم در تشریف خلیل خیلی چند جور تکرار هم شما و میگین که همون استادا را بیانیم و حرمت نکنیم هر جا باشن سربلند باشن سه خصلت بعد شما که میخواید از آنها دست بکشید اما تا حال نمیتوانید همین خصلت همین که خصلت بعد همیه که میگم که خراق ما کم کنم دیتا بشنم یا یک هفته بود دیتا شدم روستیگه نتونستم دو پوم لرزم یعنی بسیار میخوره همین خیلی میخورم نه چی میخوره بسیار تر چی را دوست میداره؟ خیلی من همین خودی طبقه را بسیار دوست میدارم همین خاموش با طبقه رو تویستون باشه شکر آوا ریزه میکنی چکر نمک میکنی میزنی دویم خصلت بعد یکمش پرخوری بوده است دویم خصلت بعد همین که چی بوده کنم بسیار خوب نمیکنیم وعده دروغ گفتن به ایشا فوش نکنم بگو جوانی خیلی دویم خصلت بعد همین که مقصد بعضی همین آدمو اکی خصلت بد هم نیست خصلت دوست داشتن و که در نظر دوستم شاید بد باشه برای که بعضی آدمو زنگ میزنن بعضی رفیقا زنگ میزنن سلام علیکم در فلان جشتگیم بخیر به همجا بیا ما در خونه خوم این خصلت ما فراموش نمیکنم بگم ما در خوجندم نیستم خونه دم برای که برای وجود با تمام چی هست داخل ای تمام زهر میچشونن تا برای هم خانم میرم بگم ما در خوجندم قسم بخیر دیش خم ایزار خفو میکشم سیم چی؟ سیم خصلت همین که خواب کم کردن در کن نیم ساعت زیادی خور رفتیستم ساعت چند بخیزه؟ 11؟ نه باید ساعت 4 بخیزم 4 و نیم خیستیستم نیم ساعت دیگه کم 4 نیم بعد بهتایی ها؟ نه زنده باشه امروز با صنعتکارا پیش من میدم که شما با عبیدالله سعدالله با الهام مراد با روزبیک فیضعلی با نسیم سعیدزاد بسیار تویها میرفتید امروز برای چی نمیرین؟ خیلی چی بگم مقصد آدم میگن که همیشه باید شکرانه کنی از شکر شکر زیاده گرده نگه ناشکر زیخر پیاده گرده ما ناشکری نمیکنیم شکرانه میگم اما مقصد توی بسیار رفتیم 10 سال توی رفتیم 10 سال یکی یکم شنفهم همین توی نمیرن مقصد برآمد میکنی خیلی شکری خیلی هچ میتن می خونه میرسی در کسات ساعت میش مونده همین در تاکسی میره در راه میره دیگه خیلی مردم هم بودن آمد نکرد دیگه نخواسته همین مردم هم شرایطش وضعونه دیگه و رایجش خریده نمیشه وقتی تو رقم میگه میگه که بالا چیکتون خیلی قپل دارم خیلی دارم بالای خونت میره دیگه نگفتن نمیشه مقصد حالی مدت 3 سال شد همین توی رو بس کردم چی باید توی زدن؟ نه استغفر نزدن شکرانه پروردگار یگان توی یگان قسمت دلیزد کرده یگان توی شده است که رفته باشین شما را پول تا نداده باشن کیدت کرده باشن نه خیلی توی شده نیست یا پره پرداخت نکرده باشن نه خیلی یگان باشدگی نیست شکری خدا برای چی هم میگن که آدم وقتی خودش حرمت کرد دیگه رو حرمتش میکنه ما مقصد همیشه خودمون حرمت میکنیم همیشه کوشش میکنیم که سرمون خام باشه اگه سخنی پست بلند نگیم مقصد همه چیزا رو احتیاط کردی همه دوست می‌داشت چی نقشه ها داره در آینده خیلی نقشه ها بسیار نقشه ها داریم که یا خدا نصیب کرده باشه
аввал орзу мекунем ки газ бензин арзон шавад ба нақшаҳо насиб боша филмҳои маззакӣ ягон санаша дар бораи ҳамин газ бензин накардем. ҳоли насиб боша арзон шава мо мекунем вале барои ҳам санаша рафтан бензин дар кӯрак. бале хоб хулоса нақшаҳо ҳаста иншоалло худо хоста боша филмҳои маззакавӣ каротки амхели нақша гирифтем навиштаистем яке худо хоста боша иншоалло ба нақша мегирем яке ба навор мебурем вале бачаҳоро ку ҷамъгир кунем. таманниёти шумо ба мухлисон хоб барои тамоми мардуми шарифи тоҷикистон бурбориё сари баланд таманно мекунем ҳеҷ гоҳ хаста набошем бигзор ки дарсхонаҳои ҳар яке шумо пур аз нозу неъмат боша ҳамеша модару падарони шумо болои сари шумо нархи газ бензин иншоалло ки боварӣ дорем арзон шава ай пешинаш дам арзон шава серию пурӣ шава тинҷиву амонӣ шава мо ҳамеша балеш кунем ҳамин чанд қа арзонӣ боша сери боша мо ҳам қадар пеш рафта метавонем. бале зинда бошед. бинандагони азиз, меҳмони барномаи чеҳраи ошно буданд ҳаҷмнигори шинохта илҳомҷони шодӣ бо тахаллуси мугамбо. саломат хайр то барномаҳои дигар.